عرض سلام و ادب. مصطفی معنوی هستم، بنیانگذار آکادمی چمپیون ورکاوت. این ویدیو صرفاً جهت درد و دل و یه سری مسائل و مشکلات ورزشکار بودن و ورزش کردن توی ایران هستش. یه نکته خیلی مهمی که ما توی ایران داریم اینه که تقریباً 90-95% از ورزشکارهامون اسپانسر ندارن و خیلی ها فکر میکنن حتما برای این که باید اسپانسر باشن یه هزینه های خیلی زیادی رو پرداخت کنن. حالا ما میخوایم در رابطه با بحث اسپانسری با همدیگه صحبت کنیم. هر کسی میتونه اسپانسر باشه نسبت به توانایی خودش. دوستان، این صحبت من فقط در رابطه با من مصطفی معنوی و بچهای تیمم و آکادمی من نیست. صحبت من به صورت کلیه برای همه ورزشکارهای ایران. هر کسی میتونه اسپانسر باشه در حد توان خودش نسبت به ورزشکارهای سطح بالا و سطح پایین. بر فرض مثال من اگر توانایی دارم که مثلا ماهیانه یه وی به یه ورزشکاری بدم به عنوان یه اسپانسر، خب نمیرم اسپانسر مثلا یکی ورزشکارهای مطرح ایران بشم، ولی میتونم اسپانسر 10 تا از ورزشکارای خیلی ساده بشم، کسایی که شروع کردن به ورزش دارن تو سطح حرفه‌ای دست و پا میزنن و واقعا نیاز دارن که یک افرادی اینا رو حمایت کنه. دوستان، من به عنوان مربی دارم 14 سال با ورزشکارا دست و پنجه نرم میکنم و شغلم مربیگری هست. دارم میبینم خیلی از استعدادهامون به یه سنی که میرسن ورزش رو ول میکنن. علتش چیه؟ علتش اینه که از لحاظ مالی توی فشار هستن. خب غالبا خانواده ها پسرها رو یا فرزندانشون رو تو بحث ورزش زیاد حمایت نمیکنن. چرا؟ به خاطر اینکه خیلی از خانواده ها ورزش رو فقط برای سلامتی یا گاهن تفریح میبینن، نه به صورت حرفه‌ای. حالا اون ورزشکار علاقه داره، واقعا زحمت کشیده، 2 سال 3 سال زحمت کشیده تا میخواد ثمره زحمتاشو ببینه، به یه سنی رسیده که شده 18 19 20 و خانواده دیگه اینجا ساپورتش نمیکنه. و صحبت خانواده هم اینه که شما دیگه الان بزرگ شدی، باید بری سر کار، باید درآمد داشته باشی و حرفای این شکلی. خب این جوون یه سری هزینه ها داره، مثل مولتی ویتامین، مثل مکمل، مثل مسائل این شکلی. خب نیاز داره شهریه باشگاه و خیلی مسائل دیگه. حالا شما میتونید به چه شکل به عنوان یه اسپانسر کمک این ورزشکار کنید؟ بر فرض مثال یه نفر میاد میگه آقا من به عنوان اسپانسر هزینه باشگاه تو رو میدم. حالا شاید هزینه باشگاه این بشه 1 میلیون 1 میلیون و 500. وقتی شما ماهیانه 1 میلیون و 500 داری میدی، این ورزشکار یه نفس میتونه بکشه، یه انگیزه‌ای میگیره، یه حمایتی میشه، احساس میکنه که حمایت شده، احساس میکنه که دیده شده، احساس میکنه که اون حس نادیده گرفته شدن ازش برداشته میشه. و ورزشکار وقتی کار میکنه اینه هیچ کسی بهش بهانه میده، میگه خب برای چی کار کنم؟ واقعا دارم از زندگی میزنم. درسته حرف شمایی که الان میخوای بگی برای خودش داره کار میکنه، برای سلامتیش کار میکنه، مدال میاره برای خودش، همسایه نفع، کاملا درسته، بله، ولی داره پرچم کشورمون رو میبره بالا، داره برای کشورمون، برای محلش، برای استانش میجنگه. این همه ورزشکار تاپ داریم توی ایران که نرفتن و موندن. چرا؟ به خاطر همین خاکه، به خاطر اینکه واقعا علاقه دارن به کشورشون. خیلی از عزیزان هستن که من میدونم توانایی دارن برن، شرایط هست براشون که برن، ولی نمیرن، واسطادن توی کشور، دارن برای کشورشون میجنگن، تلاش میکنن. حالا ما هم به عنوان یه هموطن میتونیم حمایتشون کنیم دیگه. این حمایت هم قرار نیست کار سختی باشه. بر فرض مثال من میام برای ورزشکار هزینه باشگاهشو حمایتش میکنم، اسپانسرش میشم تو واسه هزینه باشگاه. یه نفر تولیدی پوشاک داره، میاد اسپانسر یه ورزشکار میشه، بهش 2 دست لباس میده هر ماه، یا 3 ماه یه دست لباس میده، 2 ماه یه دست لباس میده. هزینه زیادی نیست واسه تولید کننده. یا مثلا یه کسی، حالا بحث مکمل، بحث مولتی ویتامین، دستش بازه، میاد اسپانسر میشه. نمیخوام بگم بیا اسپانسر منشی یا اسپانسر ورزشکار منشی، تو دور و بر خودت ببین چه ورزشکاری واقعا داره صدشو میذاره، زندگیشو گذاشته واسه ورزش، تو هم حمایتش کن. اگه دستت میرسه بیشتر حمایت کنی که دمت گرم، بیشتر کمکش کن. ولی اگر دستت نمیرسه هم در حد توانت. به خدا این ورزشکارای خیلی خوبی داریم توی ایران.
به خدا ما تو ایران ورزشکارای خیلی خوبی داریم، یعنی پر از استعداد و توانایی. من توی این کار هستم، منی که توی این کارم دارم این حرفا میزنم. خیلی از عزیزانو من دیدم، خیلی از ورزشکارای تاپو دیدم که استعداد عالی، ولی به خاطر یه سری موضوعای کوچیک، یه سری مسائل کوچیک ول کردن ورزشو. خب این حمایت، این من مطمئنم اون چیزی که شما این ورزشکار رو حمایت میکنی 100 برابرش برمیگرده توی زندگیت و شما یک آدم درست رو حمایت کردی، نه یه آدم اشتباه رو. توی یه مسیر درست حمایت کردی، نه توی یه مسیر اشتباه. و کسایی که خب دستشون بازتره که خب بیشتر حمایت کنن، بیشتر به عنوان اسپانسر در کنار ورزشکارا باشن، بیان اسپانسر یه تیمو بگیرن. تولیدی خوبی هستی، بیا اسپانسر یه تیم ورزشی رو بگیر، تیشرتاشون رو بده، هزینه زیادی برای تو نمیخوره. هر 3-4 ماه یه دست تیشرت به اینا بده، یه دست گرم کن به اینا بده، برای شما خیلی هزینه زیادی نمیشه، ولی یه دلگرمی خیلی بزرگی برای ورزشکارها. احساس دیده شدن بهشون دست میده و بیشتر تلاش میکنن. نمیدونم، هر مسیری که میتونی یه مقدار. دوستان ما واقعا یه جمله‌ایه که خیلی به نظر من قشنگه، ما هیچ کسی رو به جز خودمون نداریم. من به عنوان کسی که توی فدراسیون رفتم اومدم، توی خیلی از مسائل رفتم، ارگان‌ها رفتم، توی ایران واقعا به ورزش بها نمیدن. خیلی محکم دارم این حرفو میزنم، چون 3 سال سهمیه مسابقات جهانی دارم و نمیتونم برم. شاگردام همینطور، خیلی از عزیزان دیگه هم همینطور که من میدونم. تو تمام رشته ها عزیزانی داریم 4 سال 5 سال دارن تلاش میکنن و نمیتونن برن. خب یعنی بها نمیدن دیگه. عزیزانی داریم که طرف 10 سال داره عجیب خودش کار میکنه، هیچ هزینه یا هیچ جا ساپورت نشده. خب میدونم بها نمیدن. من 14 سال دارم مربیگری میکنم، 14 سال دارم تو این ورزش دست و پا میزنم و ما میتونیم خودمون کمک هم دیگه کنیم. ما هیچ کسی رو به جز خودمون نداریم. تا جایی که دستمون میرسه باید به هم دیگه کمک کنیم تا کشورمون یه جای خیلی بهتری بشه. و اون ورزشکاری که من میخوام یه بعد دیگه نگاه کنم، اون ورزشکاری که میاد 2 سال 3 سال 4 سال عمرشو میذاره ورزش میکنه و میبینن هیچ اسپانسری نداشته، هیچ حمایت نشده، خانواده هم هی بهش فشار آورده، ورزشو ول میکنه، میره بیرون تو پارک و تو خیابون، حالا میره شاغل میشه یا حالا هر چیز دیگه‌ای. بعد کسای دیگه هم که میخوان ورزش کنن این آدم نمیذاره، میگه من 4 سال کار کردم، چه اتفاقی برای من افتاد؟ خب تو هم میخوای بری همین بشی، ول کن، برو کار کن. ببین خوش میشه تبلیغ منفی. ولی وقتی طرف میگه که یه ویدیو چند وقته پیش دیدم خیلی باحال بود، یه قهرمان جهانی شده بود تو وزن برداری اگه اشتباه نکنم یا پاور لیفتینگ، میگفتش که اولین اسپانسر من کبابی سر کوچمون بود، هر موقع میرفتم اونجا پول کبابا رو من نمیگرفت، میگفت تو ورزشکاری من اسپانسرتم. بعد ایشون قهرمان جهان هم شده بود و خیلی جالب بود، آورده بودتش، داشت ازش تشکر می‌کرد، میگفت شما باعث شدی که من انگیزه بگیرم بهتر ورزش کنم. و با یه کباب ساده، با یه سیخ کوبیده، اصلا واقعا خنده داره. کی باورش میشه که خود این یه انگیزه خیلی خوبی بشه واسه ورزشکار؟ من میخوام بگم اینقدر ورزشکارای ما قانع هستن، من نمیخوام بگم براشون بنز و بی ام و چه خونه و ماشین بخرید، نه، واقعا ورزشکارای ما خیلی واقعا ورزشکارای خوبی هستن. با چیزهای کوچیک میتونید دلگرمی درست کنید برای ورزشکارایی که تازه دارن تو بحث حرفه‌ای پا میذارن و یه مقدار بزرگتر کسایی که توان مالی بیشتری دارن این عزیزان رو ساپورت کنن که این عزیزان هم برای کشورشون بجنگن. یا وقت خدای نکرده دل سرد نشن ورزش رو بذارن کنار، یا نه خدای نکرده کشورشون رو ول نکنن برن. این بیشتر ویدیو میشه گفت درد و دل بود، چون طی این 14 سال مربیگری که کردم خیلی از استعدادها رو دیدم، خیلی از کسایی که توانایی داشتن رو دیدم به خاطر مشکل مالی یا به خاطر اینکه دیده نشدن و خانواده هم بهشون فشار آورد ورزش رو ول کردن و واقعا به نظر من حیف بودن. اینا میتونستن ستاره بشن توی کشورمون، بعدش هم تو دنیا. این صرفا یه درد و دل بود و دمتون گرم که این ویدیو رو شیر میکنید، برسونید به دست کسایی که هر کسی که این ویدیو رو دید لینکش رو بفرسته برای اون کسی که فکر میکنه یک مقدار توانایی داره، یک مقدار میتونه توی یه زمینه‌ای به عنوان اسپانسر وارد عمل بشه.
ببینن عزیزان، شاید هر کسی که این ویدیو رو دید در حد خیلی کوچیکی برای ورزشکارهایی که تازه شروع کردن بتونه به عنوان یک اسپانسر قدم برداره و این ورزشکارا هم انگیزه به دست بیارن، حرفه‌ای‌تر کار کنن و به مراحل بالاتری هم برسن. دمتون گرم، مرسی که هستین واقعا.